دو نفر که سوچون گذشته استاتیای 237 قتل باز چیز کردند. سیم شایفتم مراد شیرالی باز یک جوان دیگر 25 ساله سعدی را کشته و دستگیرش کردند در قرقیزستان. گرفته قرقیزستان رسید اینجا دستگیرش کرده آورده. مسئله بچم دین یکم های او را پرسیدم، دیو مرا پرسیدم درباره کشتار ما دینا گفتم که ایاد من یک بار قسمت میکنم، یک بار نصیب لیکن من تو نمورد است مایدین من نمیرد، چون که او وحشیگری که یا کردستان یگان درنده نمیکنم. بچه ما در نزد طرفخانه بیشه پلنگان به خبر اول کورچه زدن، بعد با ایقیبش سر کرده تو تگ ماست. بچه ما نفهمید که یا موشین قد با ایسخر نو میبرم. خیال کرد که تاکسی من میکنم و خانه میرم. لیکن او با 5 قسم موشین در نزدش من کرده در تگ کپرک سر کرده. با 5 نفر با کورچوی هر خیله بچه ما 4 تا در دلش رو ماندگیش در دیگر روزگاه زده، تلیفونش خشته ایجای اکسا گرفته. 2 نفرش امروز بچه های جورای بچه هم دستگیر کردن. 3 تا دیگر گرفتن. بازی از همون گرفتگی یک تاشا دستگیر کردن؟ نه 3 تا را دستگیر کردن. 3 تا را دستگیر کردن. مراد شیرالی، شرف جان است با یک تاییدگاه که بود. بازی 3 نفر در؟ آه 3 نفر اندر. 3 نفر اندر. باز چند نفر دیگر دست 2 نفر جستجو دیگر است؟ گرفتگی، یک افغان و یک تاییدگاه محبت فوانجی مبارز و گرفتگی هم. پاسپورت هم ما علاقه شنویدم که محبت پاسپورت نو کرده است گرفتگی افغان شنویدم. خب طلب شما چی است؟ طلب من قطعی طلب چیز میکنم که در اساس قانون من خیلی که بچم کردن خیلی بدترین جزا را بسیان که یک ذره علاوه بدین مرا خاموش کنند. من اینو را بفهمند، سوزش مرا بفهمند. بچه من همگی 20 سال داشت، رنگ یا کوچگر نبود، شب تا روز مشق میکرد، مهنت میکرد. دانشجو بود، با دانش خودش پلیتکنیک داخل شد. بغردی فرزندای مردم چی میکرد، شاگردی میکرد، بوکس یاد میداد. یک لحظه بیکار نبود. برای چی قدر مشق کرد اینا گشته به یک کورچه توانستن که بچه را چاق کنند. هیچ همی جنایتکارا را میشناختی سرشون؟ من اینا را نمیشناسم، یگان تاشا نمیشناسم. چه زمینه جا نقد سازی؟